استحلفكم تهمة لكم. من گفت به خاطر ناباوری شما را قسم ندادستم. آخه شما صحابای منه، شما بزرگترین این ملت هستی. بعدی انبیاء الله، بعدی پیغمبرای الله، بزرگتر از صحابای پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عرصه هستی کسی پیدا شدنی نیست. ولكن اتاني جبريل عليه السلام فاخبرني ان الله عز وجل یباهی بکم الملائکه. الحال میگه حضرت جبرئیل نزد من آمد خبرم داد که خداوند با شما، با همین مجلس خیر شما در پیش ملائکه بزرگش مباهات کرده است، افتخار کرده است. بندای من ببینید الله این درجه و منزلت میگم. و همون خاطر انشالله بسیار خواهش میکنم گوش بندازی. ما خدیمه درست شد صحبت کمتر میگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. نشانه های قدرت پروردگار، نشانه های نعمت پروردگار، نشانه های فضل پروردگار ای مردها این است که از جنس شما برای شما را زن خلق کرد. پروردگار از جنس تو زن خلق کرده است تا اینکه در پیشش سکینه حاصل کنه، آرامش پیدا کنه، خانه بسازه، هم شهوت تونه هم نفس تونه، زندگی حلال و پاکیزه داشته باشه. قطیش یک رفیق یاری داشته باشی نمیشوم ذوقی گفت گرفت قطیش فش کرده گپ زده بتونی. این نعمتی هست که به خدا قسم بها نداره. و جعل بینکم موده و رحمه. الله عزوجل بین شما و بین زنها تو محبت و رحمت برقرار ساخته است. وقتی یه شی زیبایی و تراوت داره دوستش میداری، معقول تا خزل حلالت از برای خدا معقول نمیشود. چه مستور باشد زن خوب روی، به دیدار او در بهشت است شوی. وقتی پیر شید دندانکو ریخت، خامه چنگ زد، بین تو رحمت برقرار کرده است که برای مسافده اهم فرزنداش دم کمپیرکش بالاتره. هیچ شکی نیست. مسافده باشم بپرسیشو پدراتونه با خدا اهم فرزنداش بالا میدونه زرخشن. تو برای پهلو شای دوی مشکل آسان کن شای همه یک فشفشه که با کمپیرش میگینه اهمی دنیا بهتره. مسافد میآید با خونه شا نمیگه بچم کو نواسم کو یا اوچتون کو، اول ای اوچشو میپرسه. همون رحمتی هست که پروردگار در میان بندگان برقرار ساخته. با خدا قسم سببش هم نهایی. این نشانهای اعجاز خدا هست. برای مردمی که عقل فراست دارن خداوند یک نشانه باری زیر این گذاشته است. خدا کنه که به قدر نعمت پروردگار برسید. واقعا زن بسیار نعمتی بزرگی است. و شرط زنی صالحه باشد. زنی صالحه باشد. در حدیث اومده است حضرت صلی الله علیه و سلم میگه من رزقه الله امرأة صالحه فقد اعانه علی شطر دینه فلیتق الله فی شطر الباقی. یک جوان زنگ میزنه، اول ملایم گپ زد با گریست. اول خیلی شکایت کرد، ایزر شکایت کرد، ای خشتومن خسرش شکایت کرد. با گریه کرد چی گریه دوری بچه چی گریه دوری؟ اوکی چخل گریه نکنه میگه دو بلو که مقصد نمیدین ما گرفتن بردن. زنشا گریه خوب پدرش بودی. این خونه بود همه حدیث هم گوش کردم دست. چخل گریه نکنم که نمیدین ما گرفتن بردن. و تو خونه بود نگفتی که احترامم نمیکنه، گردونی میکنه. و یک حضر شوخی قطیش کردیم، فتنه را برداشت، اخیر اونا گرفتن به خونه پدرش بردم. همین خودت نگفتی؟ او گفتم او نصف دین دست او بلای دین تای خدا را شکر که جانت خلاص شده گمه. او نصف دین تای که او زنی صالحه باشه. پیغمبر نگفته است که هر زنی باشه. خدا ای زنی بد پناه بده. دلارام باشد زنی نیکخواه ولیکن زنی بد خدا یا پناه. به زندان قاضی گرفتار به که در خانه دیدم به ابرو گیره
ایام قاش قواق یامو زنه که بدبخت تحمل کردن در زندان با اندازانت سبکتره که پای رفتن به از کفشی تنگ بلای سفر بهگی در خانه جنگ سفر عید باشد بدان کت خدای که بانوی زیشتش بود در سرای همین مردمی که تست سفر میکنن راهی دور میروند همون ریشه شبو کوی یگون بالو دورن یگون زنی جکاک دورن همین چند مدت ایم چند همون خلاص بخیرن گفتم میگریزن سبحان الله دری خرمی بر سرای ببند که بانگی زن از وی برآید بلند همین خونه که زنک عرست ترس میکنه و آواز شوش بلنده در اونجا هیچ وقت خرمی و نعمتی پروردگار باقی نمیمونه سعادت نمونه در آن خاندان که بانگی خروس آید از ماکیان او جایی که ماکیان دعوای خروزی میکنه هیچ وقت در اونجا سعادت نمیمونه اون نصف دین تای به شرطی که زنی صالحه باشه زنی باشه که ترا به سوی خدا و پیغمبر بره زنی باشه که خدمتی ترا بکنه ای کار که مونده شدی آمدی تا اومد که در پیشت بیاره بمونه با تبسم استقبالت کنه سرک لباسک تا بشوه تازه کنه با شب بخیزه زنی صالحه بیدارت کنه که مردک بخی نماز بخون بخی نماز بخون بعد نمازی تهجد دعا کن که خداوند فرزند صالح مو بته انا یه نسبی دینی تو سبحان الله زنیبت در سرای مردی نکو هم در این عالم است دوزخی او خدا نگه داره اگر او زنی ناقابل و نالایق باشه دوزخی تو در دنیا میشه و اگه جا نسبی دینت میشه برای دایم از خدا طلب کنه التجا کنه پروردگار زنی صالح هم بده خداوند زنی صالح هم بده اما زنی که نصف دین مونه تاریخ گواه هست چی زنای صالحه بدن که سبب هدایت شوهرها شدگی به سبب بعضی زنها شوهرها نامدار شدن معروف و مشهور شدن همه ابو جهل لعین همت میدونید حجت به معرفی کردنش نیست ابو جهل پسر داشت با نام اکریمه ابن ابی جهل یکی از شهسوارای قریش پهلوان بود است پسر کلانش همراه پدرش با هم مسلمان‌ها جنگ‌های زیاد کردند در سال فتح مکه حضرت صلی الله علیه و سلم تاکید کرد که هر کسی در نزد خانه کعبه باشه در امان است هر کسی که در خانه ابو سفیان باشه در امان است هر کسی در خانه حضرت عثمان ابن عفان باشه در امان است بعدتر بعد انا حجره ام هانی دختر عمکش هم نام برد که کسی در خانه ام هانی باشه در امان است به خاطر شوهر ام هانی که حضرت علی قصد کشتنش داشته است اما گفت یک چند نفر نام گرفت که با اینا ترحم نکنید اگر چند به استار کعبه هم زده باشند یکی از اون شخصایی که گفت ترحم نکنید انا اکریمه است این تسلیم نشید در اون روزی فتح مکه را با مسلمان‌ها جمع کرد شکست خورد گریخ قصد سفر خارجه داشت همین ساحل بحر احمر اومده است باید در کشتی سوار شود زنش ام حکیم ببینه اسلام قبول کرد نزد حضرت اومد گفت یا رسول الله همین اکریمه در مجموع آدم میگه بد نیست اما پدری بدبختش همطوری تأثیری بدش رسوند و با وقتی پدرش کشته شد میخواست که خونی پدر را بگیره اما در مجموع آدمی بد نیست حتی میدونه که قرآن بر شما نازل شدگی اما ایری همین تعصب ایری همین جاهلیش اقرار نکرده یا رسول الله اگر به شرط امانش بتی منم را برمیگردونم حضرت گفت امانش داده بگو یک وقت چیزا کم بته به صورت نشانه که باور میکنه که او دیگه باور نمیکنه حضرت دستارش گرفت دادش ببینه زنی صالحه اما زنی صالحه او یکی نصف دینی تای نیتری زنه میگه زنک شتر سوار شده سله را در دستش گرفته است تبرک پیچوندگی سر کرد اومد ساحل بحر شاید همی به جای هم نزدیکی های جیده ای روزه باشه اومد که اکریمه علاقه کشتی همون لنگر پرتوفتگی تیاره باید از زورق سوار شود برای در کشتی سوار شود که زنش قپی داشت اکریمه نره ای خدا بترس که جا میره گو میکشنم دیگه چکر کنم گو اون مرده که اومده است مکه را فتح کرده است مثل تو پدری تو نامرد نیست
او حبیب الله های این گفت اما دو دستی دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم. همین زن شوهر اگر گردان دوبار ببینید با شرافت همین زن اکریمه اسلام قبول کرد. باز چی اسلام با خدا قسم خدمتوی کرده است که دیگر نامش با آب طلایی در صفحه تاریخ اسلام نوشته شد. همین اکریمه را همین خدمت کرد که حضرت صلی الله علیه و سلم گفت پدرش دیگر در پیشش ابو جهل نگید، اگر چند اون بدبخت ابو جهل که گفت خاطری با پدرش در پیش همین اکریمه ابو جهل نگین، هم پدرش ابو الحکم بگین یا نامش بگیره عمرو ابن هشام ابن عامر. قصه کوتاه اکریمه یکی از سرلشکرهای اسلام شد علاقه در عهد پیامبر صلی الله علیه و سلم. بعدا در زمان خلافت ابوبکر صدیق حضرت ایرا در یک لشکر خودش پرچم بسته و در دستش داده بود. در زمان خلافت حضرت عمر هم یکی همو سپهسالارا بود، یکی لشکرکشا بود. در همین جنگ یرموک، جنگ حل کننده ای که بین مسلمان ها و رومی ها واقع شده است، متاسفانه در تاریخ نسبت حرب یرموک به نهایت معلوماتی کم میتن. گفتی که پای اصول بسیار سکوتنی انفرماسی های اگر چرده که بزرگترین جنگ عصر میانه های همی جنگ از طرف رومی ها زیاده های 200,000 های در بعضی مأخذها نوشته که 280,000 لشکر اشتراک کرده است. قیصر روم امپراتور ویزانتیا خودش به واسطه اومد همی جنگ رهبری کرده است. ببینه در جنگ برادر قیصر کشته شده در همی جنگ. ای جانب مسلمان ها زیاده ای 100,000 در تاریخ عصرهای میانه تاریخ جنگ دیگه شدگی نیسته. تمام گلهای سری سبا هم ریتسر را پیش برآورده بودن. ریتسرا را حتی از اروپا اومده بودن. ریتسرا همین صفی پیش همه ریتسرا بودن. یکو 20,000 نفر یکی از بورا که حجم کردن او کورشو نمیکنه، شمشیر قطعی زده شو نشوه، همین لغت کرده اومدن پیش لشکر مسلمان شکست خورد، گریختن، مردم زیاده گریخت. کور به درجه اومد که زنهای مسلمان ای قفا با سنگ زدن شو که کجا میگریزه اینو مردو ای خدا نمیترسه قفا بگرده. آن همین حالت حل کننده ده اگر به شرطی که کسی نمیشید که سری راه مسلمان را نمیگرفت الهام شو نمیبخشید شاید شکست میخوردن. اگر شکست خوردن در او دشت قتل عام و پراتور شدن به دیگه جای گریز نداشتن. در این همین وضعیت حالت اکریمه پسر ابو جهل در بالای از سوار نعره زد. این مردای خدا گفت کی قطعی من بیعت میکنه پریشی اگر قبول میکنه که تو آخرا قطره خون ای جوش در جنبیده تکان خورده جنگ کنه با دشمن. 500 نفر در گیردش جمع شدن، همین شخص سوارا پهلوانا چنان جنگ کردن که ریتسرا را سری رهشون را گرفتن. همیا وقتی جنگ ایو را دیدن خوشونایی که کم کم قفا میرفتن بعضش میگرفتن اینا را هم دیگه شجاعت در قلبش پیدا شد برگشتن زدن هجوم برگردوندن و به هجوم جوابی گذاشتن تا نماز عصر همون وقت علاقه شکست در لشکر روم غلطی. یکی از سبب گروه اساسیش اگر غلبه را خدا میته، یکی از همون سبب هاش نمی اکریمه پسر ابو جهل شده است. در خون گم میگه یک 10 جراحت زیاد برداشته است، خون همی تجاری شده است، ریشش سبز سرخ خون. خالد ابن ولید که سردار لشکر مسلمان ها بود دیدش گفت یا اکریمه با جانت قجار نکه بیا گفت اقلا هم یا پاویسکه قطعی ببندن سر پاکی او خون میوی اخیر میغلطی او خون که در بدن دم و دودم زنده نمیمونه. بیا گفت از برای خدا علاقه انشالله کار خیلی دیگرگون شده است. گفت یا خالد تو صفحات درخشان داری در حیاتت، تو در رکاب پیامبر صلی الله علیه و سلم با دشمنای حضرت جنگیده. من همین حیاتی خدمت پیش نظر میارم همیشه همراه اون پدری بدبختم با مقابل پیغمبر جنگیدم، با مقابل مسلمان ها جنگیدم. همین روزگار اکنون که من همواره بشم توزه کنم و در همین جنگ اکریمه جام شهادت نوشید. خدا رحمت مغفرتش کنه. یک کارنمایی بزرگی در تاریخ اسلام کرده است. اینا ببینید نامش هم میگیریم تاریخش قصه میگیرید ایمانو و آب میخوره. سبب همین هموزان شید.
زنی با غیرت، با همت، با محبت که او شوهر که دوست می داشت از ورطه هلاکت شوهرش نجات داد. اما زنی که نصف دین ما است اینا میتری زنا را میگره. برادر عزیز، بعد این نمازات دعا کنید در حق خودتون، در حق فرزنداتون، در حق نبیروهاتون خداوند صاحب زنی صالحش کنه و فراموش نکنه که زنی صالحه پودینه نیست، خودش نمیبروید. زنی صالحه را تربیت کردن نکن. در خاندان مردای صالح دختر داریم، خواهر داریم، سعی کنه که زنی صالحه با کمال برسن، با اویا برسن. کردیم اگر انشاءالله جامعه ما دیگرمان میشود. اگر نکردیم وای بر ما، وای بر ما که همه روز به روز فساد زیاد میشود، زیاد میشود، زیاد میشود. همین یک چیز را بگم تو که بخدا قسم این چیزی که در تجربه دیده میشود. همین دخترای صالحه در گجوی هستند، بخدا قسم در بولاشو جمع گرد وار میتونیم. همین در همسایگی ما یک دختره که صالحه با فکر که پدر و مادرش دیگه خسگو را بیزار شده گیرد. اما کسی دا دو دیانش علا کرد، فاتحهش کردگی هست، نکنه تا خسگور بولای خسگور میباره. همین خدمت شخصا چندین نفر وسیله قرار دادن که همون آدمای به نهایت خوب، شخصای ارزنده که هم مقصد همون دختره یک دهن گرد نمیزنه که مقصد همین چیز که بروماده که گفتن که حقیقتا ما این دختره دادگیه، نه که از بس که ولی تویش نکردیم و دختری صالحه مستوره با ادب، کسی آوازی بلند چه نشنیده، دشنام حقیقه چه نشنیده است، قهقه و وحوحش در کوچه نشنیده، بخدا قسم جنگ باور میکنه. آفرین هم پدر و مادر اخی همی هر روز خسگور بیویا و بیویا چخینه او برای دختر تربیه کردن تویستن. من اون مرده کدیدم آدم خوبه، خدا برکت بتا گفتم به همین فرزند تربیه کردن، خداوند بخت اقبالش بتام دختران کرد. همین برای آدم دختر دارو را یا درس عبرت هست. ولی بعضی هم مینولن که انا دختر مونده، انا ای تشیده، ای بی خدمونه بخدا قسم تربیه خوب نمیکنیم، کردیم اگر اون دختر هیچ وقت نمیمونه. همین چیزی خوب همه در کاره. انشاءالله این حاجی الهام الدین ما را ما امروز طایفه هست که الان تری دخترها را جستجو میکنم. انشاءالله امروز طایفه هست که در خاندانش الان خیلی دختر تربیه میکنن. خدا برکت بده. انشاءالله قاری را یک گپی عجیب گفت که یک شخص اومد پیش میگه یک حاجی گفت که یک کلینی خوب صالحه نمیومید و میگه گفتم که خودت چند تا دختری صالحه تربیه کردی که کلینی خوبی صالحه بیوم کما تدین و تدان، خیلی معامله میکنی با تام خیلی معامله میشود. پروردگار یعقوب جان با مراد و مقصوداش برسون، خداوند بینش بین زوجش الفت و مودت برقرار بسازن. پروردگار از گامانش و فرزندای خوب صالح عالم قاری و محیب جامعه اساس به دنیا بیارن. پروردگار تویهای نکاحی را سبب ریشه‌کن شدن فسق، فساد و حرام و زنا در جامعه قرار میدهد. خدایا امید به رحمت شفقتی تو داره، به خاطر بزرگداشت سنت حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم در این خاندان، در این محله، در این دیار، در خاندان برادرای دست به دعا برداشته فیض و برکات خیرات و حسنات خویش را نازل فرمایید. آمین. این کاش که فرزندای ما و خواهرای ما همین که عقل فراست داشته باشند، بدانند که به خدمت شوهر مسلمان آقای پدر و مادر شو در رحمت در راحت هستند. انشاءالله سبب داخل شدن به جنت پدر و مادر میگردن این زنهای صالحه و خوب. انا میگم زن باشه که امرش کردی اطاعت کنه، به فرمان از خانه نبراید، اطاعت شوهر را به جا بیاره. زن که در کوچه ها و تک باشد، زن نباشد که متصل باشد. زنی بد در سرای مردی نکو، هم در این عالم است دوزخی او. زینهار از قرین و زینهار و قینا ربنا عذاب الله. حفظت فی نفسها و مالی. زنی خوب و صالحه بهترین زن و زنی هستی وقتی شوهر از خانه برآمد غایب شد، تا آمدن هم شوهر هم خچه برای شوهر حفظ میکنه، هم مال شوهر را محافظت میکنه که ضایع طرف نشود. الله اکبر. همین مردای بزرگ در تاریخ ببینه به خدا قسم همش نشری زن داشته. با شرافت این همیشه زنای بزرگ به درجه و منزلت ها رسید.
یک جا یک قصه خوندم. یک مردی بوده است، مردی دهقان زمین داشته است، بیچاره زندگیش حسابی همون زمینش بوده است. یک روز زمینش شدگار میکرد با یون و سپار، نخواست از زیر زمین یک کوزه یافت. کوزه درونش خالی بود، خود کوزه طلایی، متریالش طلایی، با جا جا سنگای قیمتبها بریلیانت قطع گلکاری شدگی. یافت گفت سبحان الله، این زمینای پادشاهی هم باید من این را برام در دست پادشاه تسلیم کنم. از نظر اسلام وقتی در زمین پادشاهی چیزی را شخص پیدا کرد، میبرم میسپارش 25% قیمت همو را پادشاه میتونه برسه، 75%ش از دولت میشه و از بیت المال میشه. خست خونش اومد، سر دهنش شوشت، لباسای تازهش پوشید، میخواد سفر کنه. یک دخترک صالحه داشته است، یک فرزند داشته است، یک دخترک. او پدر در این بگه روز عزم کجا داری؟ او بچه هم خیلی یک کوزه طلایی افتم، برم امیره در دستی پوچو گفتم حلالش کنم امیره. این بچه گیرم که قیمتش بسیار بازبینه، خیلی بهای خوب داره، اما 25% بوده، خیلی انشالله زندگی با خوب میشه. میام خونه و در ایسری نو ریمان میکنم، جهازی تو تیار میکنم، پرد میتونم. وقتی دختر کوزه را دید گفت پدر جان، این تو میدونی این صدها هزار قیمت داره، میترسم که این پادشاه بعضی زمیندارا ظالم میشود، برای همین مال و ثروت چیدت نیست نابود نکنم. یا روز من بتیاکر او که ای خدا میترسی خیلبتک بفروشش 75% در راه خدا خیر کنم، 25% خدمه استفاده میبرید، لیکن نبر که میترسم در یقان برای گرفتار رو هیگو بچم. من تا حالی را با آبیله کفی دستی خودم تا آب خوردم، میبرم حلالش میکنم، هیچی بو که ندارم. نخواه من بورا 100,000 قیمت داشته باشه، 75,000 برام بتون جلو اولم بولی دوال میباشم. گرفت کوزه را در یک خلطه انداخت، آورد به شهر، پیش پادشاه آورد. وقتی کوزه را ماند، پادشاه زرگرا را دعوت کرد، یوویلیرا را نرخ نواش کردن، گفتن این 1000 دینار قیمت دارد، 1,000,000. پادشاه حساب کرد، گفت این 1,000,000 که باشد، این پوچه کرده را مگر هم 250,000 دینار بتیم نمیشه یک بلو کنیم این را خلاص بکنم، این دستکش ما بگیریم میشه. یک وزیر ظالمی بدبخت داشته است. عادتا سرورا رقمای یکم همیشه در همه عصر زمان عادی شود، اما هم کثافت وزیرها گمراهش میکنند. اما فرعون هم ببینه وزیرش گمراهش کرد، نمروز هم اگر تاریخ هم ببینه وزیرش گمراهش کرده است. اگر وزیر صالح و ترس باشه انشاءالله ملک و بزرگ میشود، مصلحتهای خوب میده، میتونه ظالم باشه وای به حال اهل امت. این وزیری بدبخت میگه که بگوش که دسته کوزه را کجا کرده است، کوزه به دسته کوزه را بگیره بیاره، مایلش بگویرم 150,000 میتون دستش اول بیاره. و پادشاه سخت گرفتی مرده که تو دسته را کجا کردی؟ میگه دستش بیار، من 150,000 دینار میتون. گفت حضرت آخی وقتی این را من پیدا کردم دسته نداشت. گفت چرا تصیام میکنی؟ کوزه به دسته نشده، آدم به دست نمیشه و کوزه به دست نمیشده، بچه خیلی را میبردونه نباشه. هر قدر بیچاره زوره و التجا کرد، این ظالم گفت قبول نکرد. گفت بخی گم شو که گفت در زندان پرتومد. بعد این مش در سر زد، خار در سر، کاش که گفت هم دخترک با میگریفتم، رق سیاه، کاش که هم گفت دخترک با میگریفتم. بعد پادشاه پیشگویی کرد که دخترک چی گفت؟ گفت که دخترم گفت که همه پادشاه های وقتا بسیار ظالم و خونخوارند، میترسم در یگان بلا گرفتارت میکنم. دخترم گفت که هم کوزه را بر بفروش، 75% فی سبیل الله خیر کنه، 25 دیگه شدی حلال میشود. گفت دختری که هم خیلی عاقله هایی، گفت بله تعلیم دیده خوندگی. پادشاه هم زنگیر بدست یعنی همین زنگیر اصلی دیگونه های. گفت دختر تبگو که اگر دانشمند عاقله باشه بیاید نزد من، بیا همراه، نه شو بیایم نه روز، نه سواره بیایم نه پیاده.
نه شب بیایم نه روز، نه سواره بیایم نه پیاده. این بیچاره دیگه مطمئن بود، من دهقانی بیچاره آمد پیشی باید دخترش گفت بچه‌ام این روم سیاه بود که من خودم یک احمق ترم در بلا بودم. راستی چی گفت که اصلا خیلی فرموشید است. من میفهمم این شب و وقتی که شب نباشه و روز نباشه که اویا میتونه آدم یا سواره نه سواره بروم نه پیاده. دختر گفت پروا نکن رفتی. آمدن همین عین نماز شام یا تکه داشتیم. دختر ای بالای تکه اومد شاخوی تکه را کپیدگی با پاش را گشتیست. در که کودکا اسپک بازی میکنن در آمدن پیش پاشو السلام علیکم و رحمت الله. پاشو گفت تو کی؟ گفت من دختری نمیودم، فرمانی تو را به اجرا کردم، نه شب اومدم نه روز. کنم فقیرات را دعوت که یک تش بگه که حاضر روزای این همه سنگسار کنم، دعوت که یک تش بگه که شب شده است، همون نه شب و نه روزش نمی ساعته، نه سوارم نه پیاده، در بالای تکه به پای خود رو اومده است. چون دید بسیار زیرک، بسیار دانشمند. باز میگم که زن صالحه، زن زیرک، زن سالمه به همه لازم است. همه هر پوچوی در تاریخ گذشته است، قسم به خدا تاریخ یا ورق بگردونه زنای صالحه به هم درجه رسونده شد. همین تیمور کورگانی نیمی دنیا را گرفته بود. در زمان تیمور از تیمور پوچوی زودتر در تمام دنیا نبود. یک زن داشت با نام آیخونین، آنم آیخونین به همین درجه را رسونده. شاه جهانگیر، شاه هندوستان، یک زن داشت با نام تاج محل، آنم تاج محل به همین درجه را منزلت رسونده است. یک پادشاه به در بنی عباس بزرگترین پادشاه آل عباس حساب می‌شود. هارون الرشید از زنش سیده زبیده به همون درجه و منزلت رسونده است. این پادشاه را در نکاح کرد گرفتش دختر. در شب نکاح خطیش مصلحت کرد. گفت غیر من یگان کس نصیحت نمیکنی. دختری به عقل می‌دهی. فقط مصلحت و مشورت به خود میکنی. اگر همی شنیدم که یک آدم بیگانه را یا مصلحت یا مشورت در حیات داده، همون ساعت جدایی بین من و تو. خب گفت قبول کردی زن. از بین چند مدت گذشت. یک زندگی بسیار شیرین، بسیار گوارا. زنی صالحه و عاقله بوده زندگی مرده که باید گلشن مبادل میکنه. اما خدا نگه داره ای زن جکاک که در همه دنیا دوزخ نشانت میده. زن که در کوچه ها بطل باشد، زن نباشد که مادست باشد. زن بد در سرای مردی نکو هم در این عالم است دوزخی. همین زن بد در خانه آدم نه در همین دنیا دوزخ شد. زینهار از قرین بد زینهار و قنا ربنا عذاب النار. از من چند مدت میگذرد. یک روز پادشاه در قصر حکم میکرد، مردم یک قبول میکردن، هر کس عرض داد شد میگفت پادشاه مثل سلیمان علیه السلام حل میکرد. دو کس دعوا اومدن، هر کس در سر یک کوره دعوا دارد، یک کورچه تویچه. یک تاش دعوا میکنه که شاه همه کورچه از من هست، او دیگرش میگه نه از من هست. بعد این ایزنش سوال میکنه در پشتی چودر ایزنش میگه ای کدامش باشد خیلی را حل کنه. میگه فرمون ته همون تویچه را سر بتن پیشی اسب کدامش که رفت نبوی بخی تویچه پیش روشش نمیرود. اینا خشبو تحقیق نکردن، یک مردش اسبش نرم بده یا تشموده. بیچاره این دختر سوال نکرد، اگه پوچاشی سوال نکرد میره تحقیق نکرد. این تویچه جوانمرگ سر میتن این اتوبوسدار بود است میدوه میره و پیش اسپینر حکم میکنه پوچو که در از صاحب اسپینر داده شود. و این بیچارش میگه الهی توبه ما دیدن که اسپینر هم میزویده است. وقتی این گفت این زنک شنید علاقه حکم شید است که پوچو گمشه دیگه نمیکنه برگردونه قرد نمیکنه. گفت برای که تمام حکم میاد. این دیگه بایداد گفته برومد که ظلم شید در حکم. زنی پوچو شنید حقیقتا ظلم شید.
تویچه حقی مادر میشود چه در اسب نر میتشود یک کنیز شدر را فرستاد و چرم خود هر یک قصر پوچه چرم خود دارد گفت بگی بیارش آوردنش ای پشت چردر گفت که اکت کورشید ای بیمان برش اگر گفت پوچه فلان موضع شکار میرود برای در بلای بیابان تو را پر تا توری وحیگیری را آمد سوالت کرد چکا میکنی بگو ماهی میگیرم بگه جانمر تو کوری تو دیوانه ای در بلای قند بیابان ماهی میگیری بگو در ملکی که اسبی نر تویچه میزوید هیچ جای تعجب نیست که همه خطاش هم میفهمد انشالله حق داره این مردک هم همی کارا کرد پوچو را بسیار پوچوی زیرک بیونه نه تو بیا اینا پولی اسب اینا یا اسب میتوند میتون توی چندی فقط بگو که این مصلحت کی دو اگر نگفتی قسم با خودم بکشه جان شرین ای ازمه نشیشت خدا جان شواز کنم گفتنی تو مصلحت بیا یا دیماغش سخت شرط کردم داخل آمد نزدی زنش گفت زنک ما قطعی تمام خیلی شرط قید داشتیم گفت بله گفتم که غیر من اگر کسی را مصلحت و مشورت بتید بین من و تو دیگه فراق می افتد گفت بله گفت در این صورت دیگه جواب بره تو خدمت کردی از بس که تو روشنایی قصر من بدی آبادی قصر بدی در همین قصر هر چیزی که دلت میکشه هر چیزی که دوست میداری ای خدا ای همین شیر مادر در حلالتر بگی برد نگه برد خدا جواب این زنک بود بسیار خوب زنک به عقل میگن پود کسرت سموشا через желудок یا پشنیدگی او همین زنک به عقل طعام خوب میپسند و طعام خوب همیشه شوهر طرفی خیلی جلب میکنه این زنک همون پوچو را خودش طعامش هم مهیا میکنه است رو بیا همین آخران برو اوشین میکنیم و توکل ترم بخیران منم لینا طعام آور در نزدش ماند در درون طعام داروی مدهوش کننده میدوزه زنک پوچو میخره خوش میبره بیچاره بس گرفته قالینه روی هم ماند در همون قالینه پوچو را پیچاند کرولش کرد و بست بریشه که از بینمه جلوفی دا غلام فیراد کرد گفت شما شنیده که پوچو گو همین قصر چیزی را که همین دوست بداری بر گفت بله گفت همین چیزی دوست داشته من همین قالینه ها پشت خونه پلای من سری حرکه کردم پوچو را آوردم نیمی شب وش پوچو با سرش میزنه چشماش آوی میکنه در یک کلبه ویرانه میپرسم من کجا دارم زنش میگه در خونه بو در خونه پدر میگه ای جوانه مرد تو را که گفت ما را ایجاد بیاد بگو شاهم گفتی که هر چیزی دوستدار تبا آخی در او قصر گفت دوستداری من تی عزیزترین چیزی من تی بیت من او قصر چکار کنم مال او قصر چکار کنم پوچو گریان شد آبی دیدش جاری شد گفت لعنت بر کسی که با قدم زنی صالحه نمیرسه باز از من نکاحش کرده گریب خانه شد این زنی صالحه اینه خیلی نعمت هست اینه چراخانه آباد و همخانه دوست خدا را به رحمت نظر سوی اوست امروز زاکر جان ما زن گرفته است زنی صالحه زنی مستوره زنی که سطر میپوشه قرآن میخونه اهل نماز است انشالله از خدا امید داره که پروردگار زندگی شما بسیار زندگی شیرین و براحت و مرفه میگرداند که یک حیات بسیار آسایشته و خوبه با ایشون میگذرد آنچنانه که بی خدیجه مادرمون همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم به حیات بودند آنچنانه که بی ساره مادرمون همراه ابراهیم علیه السلام حیات به سر بودند خداوند براش چنین یک حیات شیرین و گوارایی را نصیب و روزی میگرداند